سلام بیننده های عزیز، سال نو خورشیدی یا نوروز برای هر کدام از شما مبارک باشد. امروز 21 مارس است و تازه های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخبار آزادی تقدیم شما میکنیم. زرنگزی نوروز شاه هستم، در این نشر برنامه همراهتان. حالا نگاه به عنوان چند گزارشی برنامه. کاروان یا کاروان نوروزی برای ساکنان پایتخت تاجیکستان پیام از فرارسی سال نو اجدادی آورد. سیر به مراسم‌های نوروزی دوشنبه. جشن کلانترین نوروز تاجیکستان در ناحیه بلخی و با شرکت پرزیدنت امامعلی رحمان برگزار شد. و پناهندگان افغان به کمیسری عالی سازمان ملل شکایت کردند که در تاجیکستان شغل مناسب ندارند. نگهبان مشکل موضوعی است که UNHCR بتونه که افغانان را به کشور ببره، بهتر باشه که وظیفه و کار برشان پیدا شد. نوروز در تاجیکستان شام 20 مارس فرا رسید. امیدواریم با وجود همه روزهای خوب و بده که در این یک سال جهان و تاجیکستان پشت سر کرد، شما بینندگان عزیز حال و هوای نوروزی دارد و سال نو خورشیدی را با امید به آینده روشن استقبال گرفتید. امسال جشن اصلی نوروز تاجیکستان در ناحیه جلال‌الدین بلخی برگزار شد. اما قبل از آنکه به جشنگاه کلانترین کشور برویم، با همکارانمان نگاره فضل‌الدین و علیشیر ظریفی سیر میکنیم به کاروان نوروزی در دوشنبه. صبحی بر وقت از سمت دروازه‌های شهر دوشنبه کاروان نوروزی با صدای کرنه و سرنای نوید یا پیام فرارسی سال نو اجدادی را به ساکنان اطراف رسانیده، سپس وارد باغ‌های فرهنگی و فراغتی پایتخت شدند. برعکس کوچه و خیابان‌ها، فضای ادانه در بعضی باغ‌های فرهنگی بیشتر به نظر می‌رسید. سیلگلی سیدزاده، ساکن شهر دوشنبه، برای بازدید از جشن نوروز به باغ فرهنگ و فراغتی به نام صدرالدین عینی آمده است. میگوید از اینجا بازدید نمود، ولی خودی آنها در جای کار این عید را جشن میگیرند. ما این سال نوروز رو در کارخانه پیشواز گرفتیم نه پگو میگیریم با یک پخت و پزهای تاجیکی، با یک عنعنه‌های قدیمه پیشواز میگیریم. سومالک، آش بریده. در برابر پختن طعام‌های ملی تهیه حفصین و حفشین، بعضی ساکنان محصول هنر خود را به نمایش گذاشتند. خان بیبی براتوا میگوید به خاطر جشن نوروز کاکل‌های دستدوز خود را ارزان‌تر کرده است. ارزان‌تر می‌گویم که آدم‌ها زورش را خریده. پس آدمی که زورش نمی‌رسد. با توجه به تنتنه‌های باشکوه پرخرج، بعضی ساکنان با اشاره به دسترخوان خاکسارانه خود می‌خواهند در تجلیل نوروز نیز معیارهای تنظیم رعایت شود، همان طوری که در معرکه‌های ساکنان مقامات پیوسته این را تاکید می‌کنند. برخی دیگر از گرانی نرخ‌ها می‌گویند همه وقت در حیات ضرور است صرفه و سرشته کاری. میگن همین کمتر قیمت‌تر ارزانی شود، تنجی شود. در برابر دوشنبه در بعضی از گوشه‌های دیگر کشور محفل‌های نوروزی جریان دارد. نوروز در تاجیکستان بعد از کسب استقلال جایگاه بلند و مقام دولتی گرفت. همکنون برای تجلیل از این عید باستانی در تقویم تاجیکستان 4 روز استراحت اعلام شده است. مردم در تاجیکستان قریب یک هفته تعطیل عیدانه دارند. نوروز را جشنی به هم آمدن میگویند و ساکنان کوشش میکنند تا این عید را در حلقه عزیزانشان جشن بگیرند. اما همزمان در تاجیکستان همه ساله این عید با تنتنه و زیر نظر حکومت تجلیل می شود. برای تشکیل جشن نوروز هر سال یک ناحیه انتخاب می شود و مقامات هفته و ماه‌ها آمادگی می بینند. امسال نوروز با شرکت هزاران نفر در ورزشگاه مرکزی ناحیه جلال‌الدین بلخی برگزار شد. همراه با همکارم مومین احمدی می رویم به جشنگاه اصلی نوروزی. هزاران جوان ماها برای تجلیل از نوروز در ختلان آمادگی دیدند. نوروز جمهوریوی با شرکت امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در ناحیه جلال‌الدین بلخی برگزار شد. جشنی که به گفته منتقدان ظاهراً یک تماشابینی اصلی داشت و رنج آمادگی‌های هزاران خواننده نیز برای او پیش بینی شده بود. نه همه ساکنان به جشن اصلی نوروز راه یافتند، ولی خیابان‌های نواحی ختلان پر از ساکنان بود. روزی که بیشتر ساکنان خوشحالی می‌کردند، هرچند گرانی نرخ‌ها، مشکلات روزافزون اقتصادی آثارش بیشتر دیده می‌شود. در سرخان
300 برای دسترخوان 300-400 سامانه خرید کردیم. نرخ‌ها در بازار بلند بود، اما زندگی کردن ممکن است. در بازار همه چیز هست، هر چیزی خواهی. چه خوش سویت. شکرانه خدا با تمام صنعتش، تمام جمهوریت، سلامتی، عمر دراز، تنگی آرامی، برادری در این مملکت همه وقت آفتاب و آسمان صاف باشه که همین خلق مهربان ما فقط سربلند باشه. پهنشوی سیرویت کرونا ویروس در 2 سال اخیر تجلیل نوروز را کمرنگ کرده بود. امسال دیگر چیزی از محدودیت ها دیده نمیشد. برای جلب هزارها نفر به برنامه‌های ایدانه، تهیه لباس، آرایش صحنه، آمادگی‌ها برای پیشواز رئیس جمهور چه مقدار مبلغ صرف می شود؟ مقامات از افشای این مبلغ خودداری می کنند، اما این موضوع همیشه مورد بحث و انتقاد است. برای تجلیل نوروز از کارمندان دولتی هم پول جمع می آورند. امسال در منطقه ها از 1 ماه پیش به این به جمع آوری مبلغ شروع کردند. گزارش مولا رجب یوسفی در این باره است. این نوار 2 هفته قبل از جشن نوروز در ناحیه جلال‌الدین بلخی برداشته شده است. این ساختمان‌ها از جمله باغچه، مجمع ورزشی و بینای حزب خلق دموکراسی تاجیکستان باید تا آمدن پرزیدنت آماده شوند. امامعلی رحمان امسال برای تجلیل نوروز جمهوریوی به این ناحیه می‌آید. دست بودم که نوروز امسال در ایالت ختام در ناحیه جلال‌الدین بلخی برگزار می‌گردد. در اساس همین دستور سپارش‌ها قرار رئیس ایالت ختام نقشه چوب‌بینی با ما ارسال کرده شد و در اساس همین نقشه چوب‌بینی ما امروز نقشه چوب‌بینی خود نوعه کردیم. مقامات گفتند جمعاً 11 انشاءات جشنی در ناحیه جلال‌الدین بلخی در روزهای جشن به استفاده داده می‌شوند. مالک یا سهمگزاران چندی از این بناها نزدیکان پرزیدنت امامعلی رحمان گفته می شود. رئیس جمهور نهادهای نو را باز و در معرکه اساسی جشن نوروز شرکت می کند. هر سال معرکه اساسی نوروزی در یک از شهر و ناحیه های تاجیکستان برگزار می شود. برای این ماه‌ها آمادگی می گیرند و مبلغ‌های کلان خرج می شوند. جشن امسال در ناحیه جلال‌الدین بلخی با شرکت 15,000 نفر برگزار می شود. بیشتر آنها دانشجویان و خوانندگان صنف‌های بالایی مکتب‌های میانه شهر باختر و ناحیه جلال‌الدین بلخی هستند. 1 ماه پیش از جشن آنها را به مرشیرافکا جلب کردند. همه اشتراکچیان باید لباس مخصوص داشته باشند. بر علاوه لباس، جشن اساسی نوروز خراجات دیگر هم دارد، اما مقامات از افشای مبلغ صرف شده برای جشن خودداری می‌کنند. ما را سپارش که لباس بخرین، هم لباس‌ها خریدن قیمت میشه، هم رختونده در پوسته فرهنگ میشه و از سوی بخشوزمون چیزی که می‌خریم هم با خود رقم نگاه می‌داریم. اگرچه مبلغ برگزاری جشن معلوم نیست، ولی مقامات هنوز 1 ماه پیش برای جشن نوروز جمع آوری مبلغ را آغاز کردند. از جمله از حکومت‌های ناحیه‌ها خواسته شده است تا برای برگزاری نوروز پول جمع کنند. موضوع خرج برای جشن نوروز در نشست خبری حکومت ولایت ختلان بحث را به میان آورد. خبرنگاران پرسیدند که پول جمع کنی از حکومت‌های محلی تا کجا درست است. فیروزه شریفی معاون رئیس ولایت ختلان از پاسخ دادن سرپیچی کرد. جواب معاون دیگری رئیس ولایت هم ناروشن بود. جشن امساله نوروز خبرهای ناخوش را به همراه داشت. از جمله هفته پیش خواننده مکتب رقم 15 شهر باختر شهنازه سفر و پس از شرکت در مرشیرافکا با تبی بلند بستری شد و فوتید. طبیبان پنومونی را سبب مرگش نامیدند. این خبر بار دیگر انتقاد را زیاد کرد که چرا مقامات از برگزاری جشن‌های کلان و مرشیرافکا خودداری نمی‌کنند. مقامات چنین تنقیدها را نادیده می‌گیرند. تو خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. پناهنده‌های افغانستانی دیروز در تاجیکستان نوروز را همراه با کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان جشن گرفتند. در ملاقات با فیلیپو گراندی آنها گفتند سرنوشتشان در تاجیکستان ناروشن است، چون نه جای کاری مناسب دارند و نه به کشوری دیگری رفته می‌توانند. کمیسر سازمان ملل وعده داد که برای حل مشکل آنها تلاش می‌کند. گزارش همکارانم از دوشنبه را کیومر سیاتو تقدیم می‌کند. مثل
پناهندگان افغانستانی در تاجیکستان در نزد کمیسر عالی سازمان ملل از درد بیوطنی سرودند. فیلیپو گراندی به نزدشان آمده است تا به گفته خودش درد دل آنها را شنود. اکثر پناهندگان از حال خود شکایت کردند. اما اینجا هر جایی بری کار نیست، خودشان هم بیچاره گناهشان نیست. مثال وقتی که بیکاری از روسیه میرن دیگه اگه مشکل موضوعی است که اگه یونیسیار بتونه که افغانا را به کشور ببره بهتر باشه که وظیفه و کار برشان پیدا شود. با وجود دشواری ها پناهندگان کمیسر عالی سازمان ملل متحد را با آمادگی خوب پیشواز گرفتند. سپس صحبت برگزار شد. به نواربرداران اجازت ندادند که این نشست را ضبط کنند. افغانستانی ها در این نشست از آینده ناروشن خود گفتند. چون در تاجیکستان جای کار نیست، به کشور سیوم رفتن نمی توانند و بازگشت به وطن خودشان هم ناممکن است. فیلیپو گراندی با آنها یگان وعده مشخص نداد. تنها گفت که او و همکارانش تلاش میکنند تا شرایط زیست گریزه ها در تاجیکستان بهتر شود. We will continue to work with the government of Tajikistan to try and ensure ما البته همکاری ها را با حکومت تاجیکستان دوام می‌دهیم تا چاره‌های ضروری اندیشیده شود که گریزگان در اینجا از کمک‌های ضروری برخوردار شده توانند. ما بیشتر به مسئله‌های دسترسی به خدمت‌رسانی‌های ساحه تندرستی و معارف اولین درجه اعتبار می‌دهیم. از جانب دیگر کوشش می‌کنیم که برای آنها سرچشمه‌های زندگی یا جای‌های کاری پیشنهاد کرده شود. try to create some livelihoods, some employment. تاجیکستان میزبان تقریباً 14,000 پناهنده افغانستانی است. آنها اساساً در شهر وحدت در کنار دوشنبه زندگی می‌کنند. رئیس جمعیت مهاجران افغانستانی در تاجیکستان بعد ملاقات با فیلیپو گراندی خلاصه‌اش را چنین بیان کرد. کمیسر سازمان ملل متحد برای مهاجرین گفت که اگر کشورهای مهاجرپذیر پیشنهاد برای ما بدن، پیشنهاد برای ما میکنن که ما مهاجر قبول میکنیم، بدون شک ما این را قبول میکنیم. اما کسانی که با امید انتقال آمدین در تاجیکستان، با امید انتقال یا اشتباه کردین. کسانی که اسپانسر هستند اینا میتونن که به هر زمان برن، اما کسانی که از جنگ گریختین و جمهوری تاجیکستان آمدین این کدام مشکل نداره. امید پناهجویان از دیدار با نماینده عالی سازمان ملل متحد شاید چندان برآورده نشد. حالا آنها چاره جز مطابق شدن به شرایط تاجیکستان را ندارند. برنامه را پی میگیریم. دهها مهاجر تاجیک نتوانستند نوروز را در حلقه خانواده هایشان تجلیل کنند. آنها چند روز باز در فرودگاه های روسیه در انتظار پروازند و معلوم نیست آن کی صورت میگیرد. مقامات روس دلیل تأخیر پروازها را شرح نمیدهند، ولی کارشناسان علت آن را تحریم های شدید علیه روسیه میدانند. همکارم میرزا نبی خالقزاد گزارش میدهد. دهها مهاجری که نوروز را در وطن جشن گرفتنی بودند در فرودگاه ژوکوفسکی در ماندند. سلام علیکم. مشکلی ما هیچ نشد. نمیجا شتگین درست شد. یگان کسان پاسخ نمیده که میپره سمالیات. سلام علیکم. معلوم نیست پرواز کی صورت میگیرد. کارشناسان مشکل را در تحریم ها علیه روسیه برای جنگ با اوکراین میدانند. رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که یک هواپیمای این کشور با 133 نفر روز 21 مارس هنگام پرواز از شهر کنمین به گوانجو در منطقه کوهی افتاده است. هواپیمای بوئینگ 737 به شرکت چاینا ایسترن ایرلاینز تعلق داشت. چاینا ایسترن یکی از 3 شرکت بزرگ هواپیمایی چین است. CCTV خبر داد که شماره هلاک شدگان هنوز معلوم نیست. بوئینگ 737 یکی از هواپیماهای معمول‌ترین برای پروازهای کوتاه و میانه در جهان می باشد. با پایان برنامه اخبار آزادی رسیدیم. سپاس که در روز نوروز هم با ما بودید. برایتان خوشی روزگار و سعادت زندگی آرزو میکنیم. هر روزتان نوروز باد. اخبار بیشتر از این را در سامانه آزادی و صفحه های ما در شبکه های اجتماعی پیگیری کنید. خدا نگهدار.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.